اتحاد و همدلی نوای سازندگی در سایه صلح و امنیت این بار در یک از نقاط ولسوالی میرامور ادعای کنده ساختن یک پل به شکل پخته و اساسی با هزینه مردمی و کمک خیرین داخل و خارج کشور در قریه کل از مربوطه ولسوالی میرامور به بودجه نزدیک به 2 میلیون افغانی. هماهنگ کننده این پروژه مردمی میگویند که این پل قرار است به طول 12 متر و عرض 5 متر به شکل پخته و اساسی بالای رودخانه برگر اعمار شود. نازنین قصد دارند که بالای دره و رودخانه برگر پل را با هزینه نزدیک به 2 میلیون افغانی احداث نمایند که ابعاد پل 12 متر طولش می باشه و همچنان 5 متر عرضش می باشه. از سوی هم شمار از باشندگان این منطقه میگویند قبل از این در فصل زمستان و بارندگی ها مسیر قریه کل به بازار، کلینیک و دیگر ساحات ولسوالی میرامور مسدود میگردید، اما با ساخت این پل مشکلات زیادی آنان برطرف میگردد. یا به خاطر که پل در ساحه وجود نداشت مردم در حدود 6 ماه مسیری رفت آمدشان بسته بود، یعنی مردم نمیتونست که از ساحه عبور و مرور کنه. وقتی پل جور شوه منطقه کل و مردم کل با بازار جوز و دیگر نقاطای برگر میتونه که ارتباط برقرار بکنه و رفت آمد بکنه. آنان همچنان از خیرین داخل و خارج کشور ضمن قدردانی از کمک های آنان خواهان همکاری های بیشتر جهت تکمیل و ساخت این پل هستند. دوستان نازنین، کسایی که این صدا را میشنوه خواهشمند هستیم و کوچکانه تقاضامندیم که این مردم نازنین را تنها نگذارند. خواست ما از حکومت، از نهادهای جهانی و از همه خیرین هموطنانی که در داخل و خارج از کشور قرار داره از اینا تقاضا می‌کنیم که دست از این مردم بگیره تا که با ساختن پل مشکلات مردم مرفوع شود. قابل ذکر است که با ساخت این پل زمینه رفت آمد حدود 500 فامیل و دسترسی آنان به مراکز صحی و تجاری میسر خواهد شد.